شهر گوڑا من همشیه مشمع اولی شپین که یک کتاب تلپت و تالان کن و امیتانی زرگواته که منی عزیز دادیار واشتگین شهرم. یه شهر چه کراچی و بونگیج بودتگن مشکتا رندا افغانستان و اروپا. یک کتاب چه 500 تا کا چیزگیشن چه اوپسالا یونیورسیتی نیمگا چاپ و شنگ بودتا در هم یونیورسیتی دارتگن چاپ کراچی و بودتا بله فهمیش که بانو کا گوشت شهر گشت سیاسی اجتماعی ہے دانشگاه ناما مان نکنیم فهمیش که دانشگاه نام مان نبود به هر حال 2014 شنگ بودتا و یه گشته یه شهران رنگ و دروشم و اندرون سیاسی اجتماعی البته عشقی شهر هم گشمانیم من خیال یک 10-20 تا که پارسی شهر هم هستن و میشکا که مروچی مشمع ملک ملکی نه چو 1336 ایران که نم 5 کهول ایرانی من بلوچستان آید و نم 5 کهول بلوچ من ایران مرکزی شهران اصلی شهرانی که ها مروچی زاهدان بهره زابور سراوان چه رضا شاه اروش رند اولا پوجیات کن رندا پارسیانی بیروکراسی اداره جاتانی بونگیج بود تو کم کم ما جمعیت و پبلیک مردمانی چه پارسیانی رد دوگانه بود دوگان را بر بود زاهدان هندو بلکه سیکی بلکه پارسی بگن منی حالا چهبارا و بندراتی بابتا گشتر چه انقلاب و رند هاست پارسیان مدنیت تمدن دیماتر شد مرکزی شهر تنگات کن و چهبار بندرات اقتصادی بابتا تجارت بابتا یک مدنی عرده بود و میشه که او هم که هیچ پارسی نیستد مروچی باز این پارسی هست و میشه که من جود کو که هم شریکدار ببند میزانه و پجار بیگا بلوچانی پجار بیگا آیا هم اگه یک کتاب دست رسید ایدو او دی اگه یکی بلوچی پوه بودتا و بلوچی سرپل بودتا بلیگو ما پجار ببند و میشه که من یه 10-15 شعرم فارسی کتابی تاهش هم یک کتابی تا و یک کتاب من خیال واجه اصلا میترم نیمه چی شما پاکنی دستا آد که کند آیه پی دی اف هستین هر کس توان یه دیگه شپان که ما شهروانی آیا هم اگر کامپیوتر هست و آیا رسته چه واجه اصلا نیمه توانند آیا بچارند کن که حدی که وانی ولی برها من دستبندی کنم که من یک کار تا که یک کتاب حلاس بید کم کم مکامش مدیم و برنی دستبندی کنم که من استاد ما باشید استادی کسی این که آیه اگر شاعری آیه شعر کم چه کم یک دو زبان را ترجمه ببن کم چه کم آیا یک علمی بنیادی اکادمیک یونیورسیتی نیمه بچه ببید لیسانس ادبی دکترای ادبیاتی ببیتی ادبیات علمی لحاظ از پوه ببی که من نه اگر من یکی جز بگی که تو فرزن شعر بنیادی بنردان زانه تأسیس چیزی قافیه چیزی ندانم آدگه چیزی من ندانم
من گون شعر بلوچ شعرها پجار بودم، فارسی شعر بازوان تا منا چه استاد درجان سرود بیکانی شکار به یگا رند من بلوچی کم کم ما گون چه برکنک کلاسیکی شعرانی من موتی زبان شعری کتم و میشکر چه من باز انتظار مداره گولا هرچو که وجه بلوچی بشید هر بکار تیار بود ماشی که چه مکران شعرها بنده کنیم یک 20 30 بند من وانم و رنده اگر سنگتان جستی پرسی هستیم این شعر مشکتا باشد بودتا من اولی پدیلین شعرم اولی پدیلین شعرم منی بنیاتی شعر یک شعریه که سال 1353 1354 ایرانی ها یک روم چه چریکان چه عراق آفگتن سردار موسی خان مبارکی شتگت عراق چه ایران حکومت زهر زورتگت چه اوتی ناکو و سردار ایسا خان و چه ایران افسران زهر زورتگتی که آیان یک جایزه نداتگت شد عراق روم بلوچ و چریکی آهورانی و سربازی و اودا که خلیج و کارشو که برتگتن عراق اودا در واقع رمز و رموز نظامی پیش داشته گفتن گریلایی چریکی جنگ اول روان داشته گفتن گون رحیم زرکوهی سرپرستی و علی عبدی آقادانی هر دو آقادانی بلوچستان یه آت کن تو برش یک جاندار گروبانی جنگ بود و مدنی آشودی ایران دستگاه ها مان کرد که چه سردار عبدی خان عراق روگا رند پدا یه دومی سردارت که یه کار بود تگد و نظامی فوجی مسلحانه جنگی بود تگد ایران حکومت بلوچستان حساس گورا یه چریک دولت ها فرماتن که سردار ایسا خان چه 40 سال تهران روگا رند وقت بلوچستان بیه چه دادشاه مدنین جنگ و چوب رند یه دومی جنگ و چوب هست که دولت ها بیم داشتد که پدا همچین چیزی مبید ولا گندمی آرتش و بود و گراند و رمگ آرتش و بلوچان بهر بون کفت و یک پوجی به نام دلاور اد کفت یک رنگی بلوچش زورت دلاور کتند چریک کتند که چریکانی خلاف جنگ بکن واجه رحیم بهمن خان ذریعه چی تسلیم بود تگد و سردار ایسا خان هم آهران شده که علی عبدی ها بگیفت علی عبدی تسلیم نبود تگد من به علی عبدی تسلیم نبیگم یک شعری ارکو تو آهران شتونو آمد تاچین تو دست نکرد من اولی شعر همایی منا هم نیست حقیقتا یک چمه سیادان وجه خدادات مبارکی ها چه بر کرد من یک برازات کیا تایید کرد اگه من گیری بیارم یک شکل کارانی که شما گوش بداره اگه من دست آتر من پدرین شعر مکرانی که جی مکرانی که مشکت باشد بود یه شعر برز چه 200 بند شعر سکین دراجینه که بلوچستان 2 ماه را 2 شاگرد تلپچ کن رمکداری و زمینداری نظام چی حلی که یه دوی نظامان چی چیزی سر کفت و بلوچستان چونه سرنوشتی سرزاری نظام ها بود تو لحظه پدا سرشتی طبیعی چیزانی توصیف و بیان من خیال کرده که واجه مشمه مولوی روانبو صاحبان باز چیز مکران شعر ارتبط که مشمه تقریبا بهترین ادبی شاعری که بلوچستان ترکان مزنی آشوبی دلانی تا پرین شعرها من به یه فیصله که
میشه که آیه شعر در واقع گشتر تفسیر ببید، گشتر مردمان دلا بنندی لحظه چیزانی که کموگیش وزنیتن یه شعر تو که آرتن که هر دوی شعران اگر یکی بزند کمکی ببید که بلوچستان هستی چی یعنی نو جیما قرآن من یک تاکی شعران وانا این شکلی من که حالا گون این مقدمه یا مشمه اولی شب بگذید جیما قرآن جیما قرآن جیما قرآن جی پتهی گنجین دران دشت و در و تی کهچران تی کوه و کور و آبسران گنجین تیاب و بندران گرت و گر و تی سنگران تی چمگ و سبزاف و تل گون پربهاریم باغ و پر شیپ و درد سبزین کتر دازانی وشتانی اثر تی کوش و کونل بستکان پترون و شمش و کاشکان سورچک و سچک و صدککان سمسور و اسبی گوشکان درین گلینپاک انبگان گون راز و ریوان درندگان درهند و تی کلپولگان پیر و پنیر و گواتلان مر و گنشت و گنجتان ترهک و هچک و حلقوان گردر و آ گنداکوان هیجورک و کلی داروان برنجاسک و مور و چندنان کندلک و تی گلحتمیان تی سرشم و کر و گوران شهجوب و نیلگوی زران تی هاک نیبک گون بران شیرکن از شکران شالا که تی جنگان یل هیچ بر مگنداتن اجل جانا تی پرحسینگین دردان گندان بیرگین داغن دل پرکینگین جهلن چکرنان دیرگین داغن که درمان نبن سوزن تو ارمان نبن گندان ملول و تنگدله دزگرت صدها مشکله درد جوشن تو کلکوچن چمه چه ارسان گلگلن جستن دلا هر رو چو شب جستن دلا هر رو چو شب گون زاری و پریات و تب جیما قرآن تو جان و می روح و روان بوتی چو مسک و انبران و تی هوایا منظران پولید منی روح و روان هر وقت تی ناما گران باش باتی تی شبی یک تاکی مواند یه شعر چه 59 منگیج بید 69 حراس بید 69 میتاکا مدنی شعری هر شبی که مشمه وقت بید ما یک دو تا کمی دا بوانان کنیم و کتاب لحظه یا گیچینی شعران وانی یا من پاکی کتاب وانو که بمانید یک کاری هم ببید انچو که واجب بروچه همت کتا باش بود
حالا شعر ساده است. شعر فلسفی شعری نه و جامعه روان شناختی شعری هم نه، روان پجاری گال و گالوار سکین تچکینن و یه توصیفانی که این شعرت ها هستن بلوچستان سرشت طبیعت گشتر من همه بحری ارتگن که بلوچستان دارو صنعت داروی پکار را بندگ من بلوچستان تا که گشتر بلوچ شزانند و آدابی چیز نه که تفسیر لوتر ببن بونگیجی بابتا من بلوچستان یک بحری چه آیه برکتان شعر بونگیج کتا که بلوچستان یک سرزمینی که آیه یک سرشت سوداوری سرشتی یک بحری همیشه و هر کسا که واجه مشمه مسترین شاعر چه مولا پادرارند و جمالی عبدالله صاحب که آیه زبان هم علمیه و شعر شناختی همراه من شاعری گو شعر شناختی همراه نه من شعر چبر کتا باز شعر چبر کتا چه آین برکتا من اوتی زبان شعری کتا برای هر که دوی من قرآن هم بوانی او بلوچستان برکتان بلوچستان شرقی بلوچستان طبیعت بلوچستان بنزهانی واک مادی اقتصادی و بلوچستان که بلوچستان که مشمه نصیب بوده همچین سردگاری خوشبین نه همچین گیابانی که باز که اصلا تو سادگی طوره باشید یا باز مروچی پارسی هست باشن بلوچ ها آقا بلوچ ها اگر فرام بشن از گرسنگی میمیرن ندانن بلوچستان ندانن از هم چون ما باز هم ندانن تا که بلوچستان چی هست علمی بابت برای مرچی دانه مرچی بلوچستان سیاسی جغرافیا اقتصادی جغرافیا خاص همچوشن که بلکه مرچی بان داتن آیا ایران مرکز بود چیا که مروچان مسترین تمدن که دولتانی تجارت آمد و شد چه بندرات ها بید هیچ یکی چه یه جهان ایران آب سعودات نکن که بلوچستان همیش که همه دا با واجه جو تو همیشه با همان چه کتگد که این برکت بلوچستان باشد ببن شعر البته نزوری همان اجتماعی بابتا فرزن لحظی جهان که من زمینداری نظام مذمت کتا کلاتانی واجه سرداران نظام سرداری نظام نقد کتا نقدا باز جاها غلطی مانه فرزن من سرداری نظام هنچوش بد فجارین تا که آیته ها من شرطری مردم که کلاتی هم واجه بودتگن آین کار و کارفاز گار بودتگن یک مطلق گویی باشد بودتا چه پارسیانی کولا و همک راهی من البته کتابی تو که یه دور نکتگم به یه خاطر که شاعر زانت و نزانتی هم شعری تو که پجار ببی پوان رو که آینی یه شاعر چین چو نزور بوده چین چو قوی بوده چین چو زورمند بوده و همیش که من دور نکتگم که نزوری هم جا بیانه بله من مقدمه تو که نقد کتا که آل چیزی که فرزن من باشته چه حاکمان هر شهر سرن هر پا گریبان چاکرن یه منتا بار برن و ای ادا من دروغ را اوار کتبم یک کرته پیماز کتبم چوش نه اگر ای بر شهر ببید مطلق ببید برو میر برامان برو سردار حسین خان سردار سید خان دیگه مشمه باز سلوک سردار که لاحقی سردار بودتگن بلوچ دوست بودتگن بلوچستان دوست بودتگن هم همه رو بند و گونه بند شرعشه که من یک بحری باشم بحری چه آیان چوش بود نمونه گوشم ایشی که دوستانی که کتاب آوانم گو نقد بوانم که کمک هم بید به شاعر باش
49 bom bute, من هنوز 60 تا کامپیوتر grandi. جی جی